رقم بزرگ، عجیب و غیر قابل باور برای سیتا قاسمی، هنرمند جوان افغان در کشور دبی. سیتا قاسمی جزوی از فامیلش را در دبی از دست داده است. دلیل تصاویر پر از اشک سیتا قاسمی در صفحات مجازی چی بوده است؟ سیتا قاسمی اکنون در کدام کشور است؟ توسط چه افراد حمایت می شود؟ و دلیل دوری این هنرمند از هنر موسیقی چی بوده است؟ من در این ویدیو برامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. سیتا قاسمی هنرمند جوان، چهره شناخته شده، مطرح، محبوب، یکی از جمله هنرمندان با استعداد، خلاق و محبوب که توانسته است در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت خاصی کسب کند. سیتا قاسمی بعد از آن که از همسر اولش جدا شد، به طور رسمی و مسلکی آهنگ سرود که تاکنون آهنگ‌های سیتا قاسمی مورد حمایت دوستداران و طرفدارانش قرار می‌گیرد. این همه در حالی است که سیتا قاسمی از همسر اولش جدا شده است و دارای 5 فرزند می باشد. تصاویر این هنرمند در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی در کشور دبی بار دیگر نامزد شده است و تصاویر وی با چشمان پر از اشک در صفحات مجازی دست به دست می شود، اما تاکنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست که آیا با واقعیت سیتا قاسمی از همسر دومش هم جدا شده است و یا هم خیر. ولی این هنرمند در حالت بد روحی و روانی در دبی زندگی می کند، ولی هر انسان خودش می داند و زندگیش. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای سیتا قاسمی با جمعی از هنرمندان جوان و افغان از بارگاه عزت الله هزار تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتار را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان سیتا قاسمی به اشتراک بگذارید. اگر عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.